سلام دوستای عزیز، در هر جایی باشین جور صحتمند باشین. امروز میخوام قرمه لوبیا آماده کنم. اول از همه روغن میندازم، بعد پیاز یک چند دقیقه میذارم پیاز ما خوب زرد شنه، یعنی رنگ خود عوض کنه. وقت خوب زرد شد گرجه میندازم، بالای گرجه نمک اضافه کنم یک کمی، خاطر که اون گرجه ما زود آب میشه. سرک قبلا رنده کردم میندازم. گرجه ما سرخ شد، 2 قاشق رو یک چند دقیقه رو ما سرخ شد، نمک اضافه کنم، مرچ سیاه، زردچوبه، مساله دیگ، مرچ سرخ، من لوبیا را یک شب قبل ترنم بالایش میندازم. آب به قدر ضرورت، سر دیگ را بسته کنم به مدت 30 دقیقه. لوبیا ما آماده میشه. ببینید دوستا، لوبیا ما آماده شده. چقدر خوش‌طعم، خوش رنگ آمده دوستای عزیز. تا برنامه بعد دوستای عزیز، خدا نگهدار.